سلام، خیلی خوش اومدید به کانال ما. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگر تازه وارد هستید لطفا حتما سابسکرایب کنید که بیشتر با ما همراه باشید و اگر هم از بچهای قدیمی هستید فراموش نکنید که لایک کنید و این ویدیو رو حتما با بقیه هم به اشتراک بذارید و نظراتتون رو هم بنویسید. اگر یادتون باشه چند وقت پیش درباره این موضوع صحبت کردیم که با همدیگه شروع کنیم به کتاب خوندن، که هم من کتابایی که دوست دارم بخونم و خیلی وقت بود پشت گوش انداخته بودم رو بخونیم با همدیگه، و هم این که شما اگر فرصت ندارید واقعا کتاب فیزیکی رو اینجوری مثلا بگید دستتون و کتاب بخونید، دارید رانندگی میکنید، کاری رو انجام میدید، میتونید همینطور بذارید پلی بشه و در واقع گوش بدید به کتابی که میخواید، دوست دارید که بدونید چی هستش. خب اولین کتابی که من انتخاب کردم کتاب تخت خوابت رو مرتب کن. نویسنده این کتاب دریاسالار ویلیام اچ مکریون هستش. یه فرمانده نظامی هستش که یک روز برای سخنرانی توی دانشگاه تگزاس در آستن در واقع دعوت میشه که برای دانشجوها سخنرانی کنه. در واقع عقیده این دریاسالار این بوده که چیزهای کوچیک زندگی رو اگر تغییر بدیم میتونیم تغییرات بزرگی رو توی دنیای خودمون به وجود بیاریم. حالا توی این کتاب اومده 10 تا درسی رو بخوایم بگیم که توی زندگی نظامی خودش یاد گرفته رو به صورت خیلی خلاصه و کم توی این کتاب خیلی کوچولو آورده. جالب اینه که چاپ 113 هم هستش، یعنی 113 بار این کتاب چاپ شده، حالا در ابعاد مختلف، در تعداد مختلف و فروخته شده و این کتاب رو یکی از استادای من معرفی کرد که بخونیم. پس حالا با هم دیگه شروع می‌کنیم به خوندن این کتاب. فصل اول، کار امروز را به فردا میانداز. اگر می‌خواهی جهان را تغییر بدهی از مرتب کردن رخت خوابت شروع کن. آسایشگاه‌های دوره آموزشی نیروی دریایی ساختمان‌های 3 طبقه پیش پا افتاده است که در ساحل کرونادو کالیفرنیا قرار دارند. تنها به فاصله تقریباً 100 متری از اقیانوس آرام. هیچ کولری هم در ساختمان تعبیه نشده و شبها وقتی پنجره ها باز هستند می توان صدای جزر و مد و برخورد آب با ماسه ها را شنید. اتاقهای آسایشگاه هیچ تجملی ندارند. در اتاق افسر که من با 3 همکلاسی دیگرم آنجا می خوابیدیم فقط 4 تخت خواب و کمدی برای آویزان کردن یونیفرم ها وجود داشت. آن روزهایی که من در آسایشگاه میماندم از تخت خواب ویژه ارتشی بیرون می آمدم و سریع مشغول مرتب کردن آن می شدم. این اولین وظیفه روز بود. روزی که می دانستم پر از بازرسی های بدنی، شنا کردن های طولانی، دویدن های طولانی، مسیرهای پر از مانع و اذیت های دائمی مربی های دوره آموزشی خواهد بود. وقتی رهبر کلاس ستوان سوم دنیل استوارد مسئول آموزش وارد اتاق شد فریاد زد خبردار. کنار تخت ایستادم و پاشنه‌هایم را به هم جفت کردم و صاف ایستادم تا ناوبان دوم به من نزدیک شد. مسئول آموزش سختگیر و بی احساس شروع به بازرسی یونیفرمم کرد تا مطمئن شود درست بسته شده است. با نگاهی که از بالا به پایین هیکلم انداخت سانت به سانت لباسم را وارسی کرد. آیا خط او توی پیراهن و شلوار درست و صاف بود؟ آیا سگک کمربند از تمیزی برق میزد؟ آیا پوتین ها به خوبی واکس خورده و براق بودند طوری که تصویر انگشتانش را در آنها ببیند؟ وقتی از رعایت استانداردهای دوره آموزشی نیروی دریایی مطمئن میشد به سمت تخت خواب ها حرکت میکرد تا آنها را بررسی کند. تخت خواب هم به سادگی اتاق بود. یک قاب فلزی که تشکی روی آن قرار داشت. پتوی پشمی خاکستری رنگی هم خیلی محکم دور تشک پیچیده شده بود که گرمای لازم را در سرمای بامداد سندیگو فراهم کند. پتوی دیگری هم به شکل مربع تا شده بود و روی تخت قرار داشت. بالش هم که ساخت شرکت لایت هاوس او بلایند بود، لایت هاوس آف the بلایند انگلیسیشو اینجا خوندم، طوری وسط تخت قرار داشت که با پتو زاویه 90 درجه تشکیل میداد. اینها استاندارد بودند. اگر این استانداردها را رعایت نمی کردم مجبور می شدم سینه خیز بروم. سپس در ساحل آنقدر غلط بزنم که از سر تا نوک انگشت پایم شنی شود، چیزی شبیه به کلوچه شکری. همینطور که بی حرکت ایستاده بودم می توانستم از گوشه چشمم مسئول آموزش را ببینم. او به طور ملال‌انگیزی به تخت نگاه می‌کرد. دولا شد و گوشه‌های تخت را بررسی کرد و سپس با دقت نگاه کرد که پتو و بالش به درستی همتراز هم قرار گرفته باشند.
بعد از آن دستش را به جیبش برد، تاسی را بیرون آورد و چندین بار آن را به هوا پرت کرد تا من مطمئن شوم که آخرین مورد بررسی تخت هم انجام خواهد شد. در آخرین پرتاب تاس به هوا آن را رها کرد تا روی تخت بیفتد که بعد از برخورد با تخت کمی بالا آمد. تاس چندین سانتیمتر بالا پرید تا اندازه‌ای که مربی توانست آن را با دستانش بگیرد. یک دفعه سرش را برگرداند تا مرا ببیند، به چشمانم نگاه کرد و سرش را به علامت تایید تکان داد. هرگز کلمه ای نمی گفت. این که تخت خوابم را به درستی مرتب کرده بودم برایم شانس گرفتن پاداش به همراه نداشت، چون این چیزی بود که از من انتظار می رفت. این اولین وظیفه هر روزم بود و انجام درستش بسیار اهمیت داشت. این کار نظم و انضباط و توجه هم به جزئیات را نشان میداد و در پایان روز به من یادآوری میکرد که کاری را به نحو احسن انجام دادم، چیزی که به آن افتخار کنم هرچند وظیفه بسیار کوچکی باشد. در طول دوران زندگیم در نیروی دریایی مرتب کردن تخت خواب وظیفه‌ای ثابت و همیشگی بود که هر روز می توانستم روی آن حساب کنم. به عنوان یک ناوبان دوم جوان در بهداری زیردریایی عملیاتی USS گری بک که تخت‌های 4 طبقه داشت می‌خوابیدم. دکتر سالخورده با نمکی مدیر بهداری بود و اصرار می‌کرد که هر روز صبح وسایلم را مرتب کنم. او اغلب اوقات تذکر می‌داد که اگر تخت خواب مرتب نشود و اتاق تمیز نباشد چطور ملوان‌ها انتظار مراقبت‌های بهداشتی عالی از ما داشته باشند. بعدها فهمیدم این عقیده پاکیزگی و نظم در تمام جنبه‌ها و ابعاد زندگی نظامی اعمال می شود. 30 سال بعد برج‌های دوقلو در نیویورک فرو ریختند. پنتاگون به هم ریخت و در پنسیلوانیا آمریکایی‌های شجاع در هواپیما مردند. در آن روزها من به دلیل حادثه شدید سقوط با چتر نجات دوره نقاهتم را در خانه می‌گذراندم. یک تخت بیمارستان را به اتاق آورده بودند و من برای بهبودی بیشتر روز را روی آن دراز کشیده بودم. بیشتر از هر چیز دیگری می‌خواستم که زودتر از دست آن تخت خلاص شوم. مانند هر سرباز نیروی دریایی آرزو داشتم کنار همرزمانم در میدان جنگ باشم. وقتی به اندازه‌ای خوب شدم که بتوانم بدون کمک از تختم بلند شوم و راه بروم، اولین کاری که انجام دادم این بود که ملافه را خوب روی تشکم بکشم، بالش را مرتب کنم و مطمئن شوم که تخت بیمارستان برای تمام کسانی که وارد خانه‌ام می‌شوند ظاهری آراسته دارد. به این طریق نشان دادم که بر بیماری و جراحتم غلبه کردم و زندگیم همچنان ادامه دارد. 4 هفته بعد از حادثه 11 سپتامبر من به کاخ سفید منتقل شدم و 2 سال بعد خدمتم را در اداره مبارزه با تروریسم گذراندم که به تازگی شروع به کار کرده بود. تا اکتبر 2003 که در دفتر فرماندهی موقتی عراق و در فرودگاه بغداد بودم، طی چند ماه اول در کیسه خواب‌های ارتشی می‌خوابیدیم. با وجود این هر روز صبح زود بیدار می شدم، کیسه خوابم را جمع می کردم، بالش را در بالای کیسه خواب جاسازی می کردم و برای شروع روزم آماده می شدم. ارتش ایالات متحده در سال 2003 صدام حسین را دستگیر کرد و زمانی که زندانی ما بود او را در اتاق کوچکی نگه داشته بودیم. او هم در کیسه خواب می خوابید، اما با ملافه لوکس و یک تشک. میخواستم روزی با صدام ملاقات کنم تا مطمئن شوم که سربازانم از او به درستی مراقبت میکنند. با کمی حس سردرگمی متوجه شدم که صدام تختش را مرتب نکرده است. ملافه ها مچاله شده بودند و او تمایلی به مرتب کردن آنها نداشت. طی 10 سال بعد من افتخار همکاری با برخی از بهترین مردان و زنانی را داشتم که این سرزمین به خود دیده است. از سربازها تا ژنرال‌ها، دریاسالارها تا ملوان‌های تازه استخدام شده، از سفیران بلندپایه تا منشی‌ها، آمریکایی‌هایی که در پهنه دریاها مستقر شدند تا از جنگجویان خود حمایت کنند. با میل و رغبت قلبی پا به این میدان نهادند و برای حفاظت از این ملت بزرگ فداکاری کردند.
همه آنها می‌دانند که زندگی سخت و طاقت فرساست. گاهی اوقات چیزهای بسیار ناچیزی وجود دارد که شما می‌توانید با انجام دادنشان ماحصل روز خود را تحت تاثیر قرار دهید. در نبردها سربازان می‌میرند، خانواده‌ها داغدار می‌شوند و روزها طولانی‌تر و پر از اضطراب می‌شوند. شما دنبال چیزی هستید که تسلای خاطرتان باشد. چیزی که انگیزه شروع روزی جدید را در شما بیدار کند و بتواند حسی از غرور و افتخار را در این دنیایی که گاهی به زشتی می‌گراید در شما به وجود بیاورد. اما این موضوع مختص شرایط جنگی نیست، بلکه زندگی روزمره و عادی ماست که نیازمند این حس ساختن است. هیچ چیز نمیتواند جایگزین قدرت و آرامش ایمان یک فرد شود. اما گاهی عمل بسیار ساده‌ای مانند مرتب کردن تخت خواب‌هایتان میتواند نیروی انگیزشی لازم برای شروع بهتر روز را در شما ایجاد کند و پایان خوش و پرحاصلی را برایتان فراهم نماید. اگر می‌خواهید زندگیتان و شاید جهان را تغییر دهید، از مرتب کردن تخت خوابتان شروع کنید. جالب بود. فصل 1 تموم شد. من این موضوع رو همیشه به مراجعینم میگم به جای اینکه بخواید کار خیلی، مثلا اونایی که مثلا با افسردگی میان، میگم به جای اینکه بخواید کار خیلی بزرگی رو یهو انجام بدید، از قدم‌های کوچیک شروع کنید. و من همیشه عنوان اینو شنیده بودم و میدونستم این موضوع تخت خوابت رو مرتب کن چیه و همیشه این مثال رو براشون میزدم. خیلی خب، فصل اول تموم شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لطفاً توی کامنت ها نظراتتون رو برای من بنویسید. تا فصل بعدی، فعلا خداحافظ.